سلام به پیروان کاکاسنگی بزرگ، حالتون چطوره؟ من برهان مویم و خوش اومدین به این ویدیو. امروز قرار راجع به این میم معروفی که ترند شده صحبت بکنیم. 100 انسان در برابر یه دونه گوریل. میدونم خیلی موضوع عجیبیه ولی ترند شده و امروز قرار بررسی بکنیم ببینیم برای چی ترند شده، واقعا کدومشو میبره اگه بخواد 100 تا انسان و یه دونه گوریل با هم دیگه درگیر بشن. هم قرار جنبه واقعیشو ببینیم، هم جنبه میمشو نگاه بکنیم و فقط راجع به این قرار نیستش امروز صحبت بکنیم. من یه لیست آماده کردم، قرار راجع به کل اینا صحبت بکنیم دیگه. یه ثانیه بهتون نشون میدم. آره همین. قرار راجع به اینا صحبت بکنیم که اولیش دقیقاً همین میم 100 انسان در برابر یه گوریله. خب اصلا اگه بخوایم بدونین این میم از کجا ترند شده، قبلا میمای مشابه مثل این اومده بود، مثل جنگ 100 تا اردک در برابر یه دونه اسب که کدومشون میبره و یه مدت این ترند شده بود. حالا دوباره اومدن یه سیر عظیمی رو افتاده از اینکه 100 تا انسان میبرن یا یه دونه گوریل اگه اینا با هم دیگه وارد جنگ بشن. این موضوع اول داخل ریمی ترند شد، بعد دیگه به اینستا و یوتیوب کشید و که دیگه همه دنیا دارن راجع بهش صحبت میکنن که این فقط مختص ایران نیست، کل دنیا دارن راجع بهش صحبت میکنن و خیلی موضوع عجیبیه و خیلی هم گسترده ایه. اگه بخوایم منطقی به این موضوع نگاه کنیم که کدوم میبرن، باید اول از همه یه سری جوانب میگن جوانب رو باید در نظر بگیریم. اول از همه یه دونه گوریل 300 تا 400 کیلو وزن داره که قدرت مشتش 4 تا 9 برابر قدرت مشت یه انسان عادیه و این گوریلی که 400 کیلوه طبیعتا قدرت مشتش 9 برابر انسانه و جالب اینه که وان شات میکنه، ولی نه فقط با مشتش، چون گوریل خیلی دندونای تیز و گنده‌ای داره، با گازش هم میتونه وان شات بکنه. یعنی دو تا سلاح داره، با این دست و با این مشت میتونه بزنه، گازم میتونه بگیره. بعد اینجوری نیستش که فقط یه دونه مشتشو پرت کنه سمت یه آدم و اون یک نفر رو مثلا بخواد بزنه. گوریل اینجوریه که دستاش شلوول میگیره و میچرخونه دور خودش و با این چرخش حداقل به 3-4 نفر این ضربه میخوره. و خب گوریلی که 400 کیلوه قدرت مشتش 9 برابر انسانه، وقتی بخواد با یه ضربه 3-4 نفر رو وان شات بکنه، منطقیش اینه که گوریل میبره. ولی خب از اونورم تعداد انسانا که کم نیست، 100 نفر انسانن. پس اینجا یه سری چیزا رو ما باید در نظر بگیریم. اول از همه اگه بخوای خیلی دیگه منطقی نگاه بکنی، اگه میخوای ببینی واقعا تو دنیای واقعی کدوم از اینا میبرن، به نظر من 100% گوریل میبره. درسته تعداد انسانا خیلی زیاده، ولی انسانا همشون جرئت ندارن که همینجوری نفر اول برن به گوریل حمله بکنن دیگه. چون اگه 10 تا انسان برن از پشت و جلو گوریل رو بگیرن، گوریل درجا میمیره. درجا میتونن انسانا بزنن لهش بکنن. ولی انسان یه چیزی که نسبت به بقیه حیونا داره، البته بقیه حیونا هم دارن، انسان خیلی ترسوه، از جونش میترسه. مطمئنا اول دعوا نصف انسانا فرار میکنن دور و بر قفس که از جونشون محافظت بکنن و به امید این باشن که اون 50 تا باقی مونده برن گوریلا رو بکشن و اینا زنده بمونن. و اون 50 تا هم همینجوری نیستش که همشون همزمان حمله کنن. یه سری‌ها میترسن، یه سری‌ها با ترس و لرز وارد میشن، یه سری‌ها حساب میکنن ببینن بقیه چیکار میکنن و این باعث میشه که انسانا دونه دونه یا با تعداد مثلا 5 نفر 10 نفر بخوان حمله بکنن که گوریل همشون رو تک تک وان شات میکنه و همه رو میکشه. ولی اگه بخوایم این دنیای خیالی رو در نظر بگیریم که 100 تا انسان اصلا نمیترسن، جونشون هم اصلا براشون مهم نیست، همینجوری حمله میکنن سمت گوریله، خب آره اینجوری انسانا 100% میبرن. ولی خب شما الان ما انسانا رو دارین نگاه میکنین، خب ما یه چیزی داریم به نام فرگشت. ما زمان قدیم، عصر حجر، زمان غارنشینا، ما انسانایی بودیم با بالای 2 متر قد، خیلی قدرتمند، خیلی عضلانی و اون موقع هم حتی ما باهوش بودیم، چون تنها حیوانی محسوب میشدیم که از مغزمون استفاده میکردیم، با چوب و سنگ سلاح درست میکردیم، نیزه درست میکردیم و با گله های 10 نفری یا کمتر از 10 نفری میرفتیم یه دونه ماموت رو شکار میکردیم. ماموت هم اون زمان خب مثل فیل الان نبود. فیل الان یه حیوان مهربون و گوگولیه، ولی اون زمان ماموت یه حیوان وحشی بود، خرطومای بزرگ داشتش و واقعا بهش گیر هم نمیکرد. ولی اون زمان گله 10 نفر انسانا میتونستش یه دونه ماموت رو از تو در بیاره. چرا؟ چون موقع انسان‌ها ترسی از مرگ نداشتن و همشون با هم حمله می‌کردن، استراتژیک می‌چیدن. ولی الان اگر ما به اندازه 10 نفر انسان زمان غارنشینا بودیم، مطمئن باشین یه دونه گوریل رو با یه گله 10 نفری کوچیک میتونستیم از پا در بیاریم. مثلا نیاز به 100 نفر نبودش، چون انسان‌های قدیم خیلی قدرتمند بودن دیگه. شما زنای وایکینگا رو نگاه کنین، انسان‌های خیلی گنده، غول‌پیکر، عضلانی، خفن، وحشی و خب هر چی میره جلوتر ما تکاملمون داره فرق میکنه، به قول خودمون متمدن داریم میشیم و شاید هم قدرتمون رو داریم از دست میدیم. خیلی چیز عجیبیه. خب این از بحث 100 تا انسان در برابر یه گوریل که فهمیدیم نتیجه چی شدش دیگه. طبق نتایجی که بالا پایین کردیم به نظر من که گوریل میزنه. شما هم نظرتون رو بیاین تو کامنت ها بنویسین که واقعا به نظرتون کدوم میبره. چیز دیگه ای که من اینجا داخل لیستم نوشتم اینه که آقا من الان خیلی دیر دارم این اپیزودو براتون ضبط میکنم. دلیلش چیه؟ با اینکه دندون عقل من کج در اومده بود، دندون عقل سمت راست من یه ذره کج در اومده بود. بعد یه تیکه لثه‌م روش جا مونده بود که باعث شد خیلی درد عجیبی بگیرم. برم دکتر و دکتر اولین دکتری که دید گفت جراحی. عکس گرفتم به دکتر نشون دادم و دکتر اول فقط گفت جراحی.
من اعتماد نکردم، رفتم پیش دکتر دوم، گفت فقط جراحی. همونجا عکسام برای چت جی پی تی فرستادم، چت جی پی تی هم گفت فقط جراحی. گفتم خب دیگه چاره‌ای ندارم. حالا جراحی چه جوری بود؟ 3 تا آمپول بی اس سی زدن به این ور صورتم که از گوشم تا لبم تا چونم، یعنی اینجوری کل نصف صورتم انگار بی اس شده بود، هیچ چیز اس نمی‌کردم. و یه دونه چنگک برداشت انداخت داخل دهنم، انگار مثل نوشابه دقیقاً اینجوری زد زیر دندونم، بوم، دندونم پرید هوا. من درد رو حس نمی‌کردم ولی داشتم اون فشاره رو حس می‌کردم که مثل در پپسی داره دندونمو در میاره از جاش. اونو داشتم حس می‌کردم، خیلی حس عجیب و بدی بود دیگه. الانم بخیه خورده اینجام، هنوز بخیه رو نتونستم باز بکنم و نمیتونستم صحبت بکنم، حالم هم خیلی خوب نبودش. الان اینجا هم یکم دارم اپیزود دیر براتون ضبط میکنم، احتمالاً دقیقه 90 این اپیزود به دستتون برسه. چیز دیگه ای که آقا تو این هفته اتفاق افتاده، تریلر جدید جی تی 6 اومد. جی تی 6 اول از همه قرار بود امسال عرضه بشه بازیش که دوباره تأخیر مشی زدن، افتاد واسه 1 سال دیگه. ولی دقیقاً تو همین هفته اومدن تریلر جدیدشون رو معرفی کردن که کل اون صحبت‌ها بخوابه و بگن آقا ما داریم یه بازی خفن براتون میسازیم، پس نگرانش نباشین که تأخیر داره میخوره. در عوض یه شاهکار طرفین که واقعا تریلرش که اومد اصلا مثل دنیای واقعیه. جزئیاتو شما ببینین داخل مثلا بوسیه دلستری که یه گوشه تصویر افتاده بود، دونه به دونه قطره‌های آبش دیده میشد، چهره‌ها همه واقعی، عرق کاراکترها دیده میشد. مطمئنم این بازی از ردد 2 احتمالاً شاهکارتر بشه. که حالا چرا من دارم راجع به رد 2 اصلا حرف میزنم؟ چون رد 2 رو تازه تو این هفته من تموم کردم. اینم یه اتفاق دیگه ای که افتاده بود، خیلی دوست داشتم بهتون بگم و اگه بخوام راجع بهش صحبت کنم فقط و فقط اسپویل میکنم، برای همین راجع بهش صحبت نمیکنم. ولی اینو بدونید که شاهکارترین بازیه که تو زندگی بازی کردم، هم از لحاظ داستانی، از لحاظ گرافیکی، جزئیات اصلا خدا بود. با ماموریت‌های فرش نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم دیگه، چون کلا یه چیز قدیمیه، همتون احتمالاً تجربهش کردین، فقط من بودم که از همه دنیا عقب بودم. یه چیز دیگه که تو این هفته اتفاق افتاده، The Last of Us 2. البته تو این هفته اتفاق نیفتاده، در واقع 4 هفته است داره میاد، ولی من تو این هفته تصمیم گرفتم 4 قسمتی که اومده رو یه جا ببینم. یه جا دیدم به نظرم قشنگ بودش. میدونین خیلی به LGBT پرداخته، من با اون قسمتش خیلی حال نکردم، ولی کلا سریال خیلی خوش ساخت و قشنگه، صحنه‌های سینماتیک خیلی خوشگلی داره. من کلا ازش خیلی خوشم اومد. نظرتون رو دوست دارم بدونم، داخل کامنت ها بیاین برام بنویسین. یه چیز دیگه که قرار راجع بهش صحبت بکنیم، اولین تجربه کنکور منه و تجربیات کنکور شما رو قرار راجع بهش صحبت بکنم. خیلی سریع و کوتاه بهش میخوام بپردازم. تجربه کنکور خودم رو بخوام بگم که من نمیدونستم درس‌های عمومی حذف شده، ولی مثل اینکه کل دنیا میدونستم و تنها کسی که خبر نداشت درس‌های عمومی از کنکور حذف شده فقط من بودم. من رشتم هنرستان دیگه، رشتم گرافیک رایانه‌ایه. من گفتم آقا میرم الان رشته ریاضی رو ثبت نام میکنم، میرم 30-40% زبان انگلیسی میذارم، یه رتبه نسبتا خوب میگیرم، میتونم یه دانشگاهی بالاخره قبول بشم. رفتم اونجا بهم گفتن آقا 2 تا برگه امتحانی دیگه، 2 تا پاسخنامه بهمون دادن. اولین پاسخنامه که همش ریاضی بود، من هیچی نزدم، صبر کردم تا ببینم چه اتفاقی میفته تا پاسخنامه بعدی برسه من زبان انگلیسی رو بزنم. پاسخنامه بعدی اومدن گذاشتن جلوم، ولی با تنها چیزی که مواجه شدم فیزیک و شیمی بود که اونم هیچ یاد نداشتم. این از کنکور ریاضیم. بعد قرار بود کیک و ساندویچ بدن، خدا لعنتشون کنه 400,000 تومان پول گرفتم واسه هر کنکور. بعد اومدن بهمون چی دادن؟ یه دونه کیک آشغال که نان رضوی اسپانسرشون شده بود با آب معدنی گرم، توی تابستون آب معدنی گرم دادن، ساندویچ ندادن. بعد یه کیک آشغال هم گذاشتن جلومون که از گلوم پایین نمیرفت. این از تجربه اولین کنکور من. کنکور دومم هم که چند ساعت بعدش داشتم، اومدم خونه یه استراحت کردم، دوباره رفتم کنکور که کنکور هنر بود. کنکور هنرم یه سری چیزاشو که یاد داشتم و زدم دیگه، ولی خب من بعد دوباره کنکور فنی ثبت نام بکنم که مرتبط به رشته خودم باشه و راجع به فتوشاپ و اینجور چیزا سوال میاد دیگه. اگر کانال تلگراممون رو ندارین داخل دیسکریپشن گذاشتم، یا میتونین داخل خود تلگرام سرچ کنین برهان آندرلاین موی، کانالم براتون میادش دیگه. اونجا یه دونه هیدن چت داریم هر از چنگای، اونجا من مثلا ازتون میخوام که راجع به یه موضوعی بیاین داخل هیدن چت برام بنویسین و صحبت کنین راجبش، و اگر میخواین بیشتر با من آشنا شین اونجا دیگه من هی ویدیو مسیج میذارم، وایس میذارم، چرت و پرتای شخصیمو میذارم دیگه. اگه دوست داشتین بیاین اونجا نگاهی بندازین. گفتم تجربیات کنکورتون رو بهمون بگین. اول نفری که اومد یه چیز برام نوشته داشتم کنکور میدادم که اون مراقبش رو در آورد و جیش کرد رو من. بعدی نفر بعدی نوشته سلام خوشگله، اولین تجربه از کنکور بود. چیزی که خیلی واسم جالب بود اینه که با رفیقم توی کلاس افتادیم، از اول تا آخر جلسه داشتیم گلیا پوچ بازی می‌کردیم یا خواب بودیم. زیاد از خواب راضی نبودم، هم میومدن بیدارمون می‌کردن، اینو امضا کن، اینو از سر انگشت بزن، خلاصه راحت نخوابیدیم. این دقیقاً حس سوال من سر جلسه ریاضی دیگه. واقعا پدرسگای میومدن بیدار می‌کردن، میگفتن از سر انگشت بزن، امضا بزن. همین 2 نفر فقط برامون چیز نوشته بودن، چون کانال تلگراممون کلا 16 تا ممبر داره.
بیاین جوین بشین. یه چیز دیگه هم که قرار راجع بهش صحبت بکنیم، نه تمام شد دیگه، راجع به رد 2 که صحبت کردیم. خیلی ممنون ازتون که این اپیزودو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. اگر موضوع یا ایده ای دارین واسه اپیزود بعدیمون حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.